نفسه ويبتغي الفوز في الأخرى برضواني. بادر إلى الحق قبل الموت متبعا هدي الرسول وما في أي قرآن. هذا طريق الهدى فاعرف حقائقه ونج نفسك من تيه وعصيان. بسم الله الرحمن الرحیم. احباءنا المستمعین، بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیزمون در همه جا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگوییم به شما در این جلسه جدید از برنامه شما. مهمان همیشگیمون شیخ علامه حسین ابن عبدالقادر مؤید هست. خوش اومدید شیخ بزرگوار. شما هم خوش اومدید. شما و بینندگان رو تبریک میگوییم به رسیدنتون با صحت و سلامت و این برنامه رو منور کردید. بار دیگر به بینندگان عزیز در 3 کانال، کلمه به زبان فارسی و کانال صفا و برهان، به شما خوش آمد میگوییم. بینندگان عزیز، شیخ حسین مؤید میخواهد 2 تا جلسه صحبت کردن در نبودن بنده و ایشون بینندگان کانال کلمه رو با زبان فارسی مخاطب قرار میده و در واقع یک چالش رو مطرح میکنه تا اینکه این سخنان رو برای عمامه‌داران و طلاب علم شیعه مطرح میکند، شاید این چالش رو بتونن جواب بدهند. خوش آمد میگوییم به شما شیخ بزرگوار. امروز میخواهد بگوید که از قرآن، در واقع ازشون خواسته که در قرآن کریم دلیلی از امامت بیارید و دلیلی از قرآن کریم به پیروی از معصوم، اونطوری که درباره اونطوری که خدا دستور داده که از خدا و پیامبر اتباع بکنید. در واقع خداوند حکمی در قرآن و سنت وجود ندارد که بگوید از امامان پیروی بکنید و از بینندگان به زبان فارسی خواسته که اینو به معممینشون، صاحبان عمامهشون نقل بکنند و نتیجه و جوابش رو بیارند. شیخ بزرگوار، شما وقتی به فارسی صحبت میکنید گفته شده است که گفته شده است در وبسایت خودش و شبهات حسین مؤید رو پاسخ میدهد و این چالش ها رو در اونجا جواب میده و این راه اونهاست. قوی ترین دلایل رو شبهه مینامند. فکر میکنند که ما تنها دلیل داریم و این در واقع کاملا برعکس هست. اگر شیخ بزرگوار برای بینندگان زبان فارسی گر میخواهید وهم يتابعون ذلك المعمم أيضا لأن الدليل هو الذي يأتي من القرآن الكريم. دلیل اونه که والشبهة هي التي تأتي من تلقاء العقل معارضة از قرآن میاد و شبهه اون است که از طرف عقل میآید. وربما حتى لا تأتي حتى من تلقاء العقل. نعم. وإنما هي شبهات من تلقاء الهوى على الأقل، من تلقاء الهوى، من تلقاء الهوى. وفضيلتكم
طلب الآن شما دليلا بزرگوار من القرآن دلیلی از قرآن هذه خواستید القضايا التي تحديتم بها به این معممين مسائلی که به چالش کشیدید. ما به اونها گفتیم که اتباع در قرآن کریم در 4 مورد اومده که 5م نیومده: اتباع پیامبر، اتباع نبی، اتباع سابقین اولین از مهاجرین انصار و اتباع عموم مؤمنین. اگر اینجا امام و معصومی وجود دارد، اتباع از اونها کجاست؟ وهو يزعم ان هذه شبهات و ایشون گمان میکند که اینها شبهه هستند، در حال قرآن شما رو شبهه میدونند. نبدا معك حتى لا شیخ، با شما آغاز میکنیم. بين المشاهدين الذين يريدون ان يستمعوا کسانی که میخواهند التي يدلي بها فضيلتكم سخنانی رو که شما مطرح میکنید، نبدا بخطابك المعتاد در واقع للمشاهدين خطاب اعتیادیتون رو به بینندگان فارسی تقدیم میکنیم و چالش رو مطرح میکنیم. الى الشالش الذي تريد ان تقدمه چالشی رو که امروز میخواهید مطرح بکنید لمتابعيك باللغه برای بینندگان فارسی زبان. طريف جدا نعم. حينما قلتم لي ونحن هنگامی که شما این نکته رو مطرح کردید، ما به استودیو میگفتیم ستشلشهم اليوم. نعم به چه چیزی در واقع میخواهید اونها رو به چالش میکشید، سن و چالشون به چالششون میکشید. بارك الله. تفضل فضيلة الشيخ. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات الذين تتابعوننا عبر قناة صفا وعبر قناة البرهان، واستميحكم دقائق بینندگان کانال صفا و برهان، چند دقیقه از شما اجازه میخوام که به زبان فارسی صحبت بکنم با بینندگان قناة كلمة کانال کلمه. الذين بدأنا معهم مشوارا چنانچه با منذ اونها حلقتين در 2 جلسه گذشته هم صحبت في کردیم. هذه الكلمة در تحديا علميا در این خطابمون یک چالش علمی التشيع مطرح المذهبي. میکنیم که تشیع مذهبی باش روبرو هست ونستطيع أن نؤكد و بكل میتوانیم ثقة تأکید وبكل کنیم جدارة أن التشيع المذهبي لا تشیع يمتلك مذهبی جوابا علميا، جوابی لأن علمی العبرة ندارد ليس بكل ما يجاب به، و وإنما العبرة والمعيار اعتبار این نیست که هر جوابی داده بشه، المتسق اعتبار مع این المنهج هست العلمي. که جوابی فنحن موافق با نؤكد منهج أن علمی التشيع باشه. المذهبي من تأکید میکنم که تشیع مذهبی ومنظروه و ومنظريه صاحب لا نظرانش يمتلك الجواب جواب العلمي علمی الذي ندارد يمكن أن که يعالج بتواند به اون هذه جواب التحديات این چالش ها رو معالجة علمية در واقع مقنعة. جواب بدهد. جواب علمی قانع کننده ای ندارند. بینندگان گرامی شبکه کلمه، سلام بر شما. سعادتمندیم با شما دیدار تازه‌ای داریم. از 2 هفته پیش شروع کردیم تقدیم میکنیم یک سری از چالش‌های علمی که عرض کرده ایم این چالش‌هایی است لا ینحل، یعنی مکتب تشیع روبروی این چالش‌ها جواب علمی قانع کننده ندارد و چالش اول را همچنین چالش دوم را بیان کرده ایم. امشب چالش سوم را بیان می نماییم و آن این است که کسی که مطلع باشد از سبک قرآن مجید، بلکه از روش پیغمبران خدا، کسی که مطلع باشد
از روش پیغمبران و از سبک قرآن به این نتیجه خواهد رسید که تمامی اصول اعتقادات دین با بیان بسیار بسیار روشنی ارائه شدند به مردم و به تعبیر به اصطلاح علمی با بینه و معنی بینه دلیلی که هیچ گونه قابل تردید نمی باشد، قابل شک و شبهه‌ای نمی باشد، دلیلی که 100% در بیان محتوا روشن باشد. چون در اصول اعتقاد تقلید جایز نیست، هیچ کس نمی تواند در اصل اعتقادی از کسی تقلید کند، باید خودش درک کند این اصل اعتقادی را. ولذا وقتی خداوند متعال حجت را اقامت می کند بر مردم، با بیان بسیار بسیار روشنی حجت را اقامت می کند. شما ببینید نسبت به توحید، نسبت به نبوت، نسبت به معاد، این 3 اصل اعتقادی است. نسبت به توحید، قرآن مجید با بیان روشن و با بیانی که هیچ گونه تردیدی ندارد، هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نیست، توحید را ارائه نمود. یعنی اگر از کسی بپرسید چه روشنترین دلیلی بر توحید هست، میتواند بگوید انما الهکم اله واحد. ببینید یک خطابی هست روشن و 100% روشن هست، یعنی هیچ شکی در فهم این خطاب وجود ندارد. هر کسی این خطاب را میشنود میفهمد که محتوای این خطاب اقامه حجت بر توحید است. بر نبوت ببینید عبارت قرآن محمد رسول الله، دیگه چه دلیلی روشنتر از این باید باشد برای بیان نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ نسبت به معاد، ثم انکم یوم القیامة تبعثون، شما در روز قیامت بعث خواهید شد، می پرخیزید روز قیامت. دلیل بسیار روشنی هست، زیرا اقامه حجت بر هر اصل اعتقادی همچین دلیل روشنی می طلبد. اون وقت سؤال اینجاست، اگر امامت و اگر امامت معصوم یکی از اصول اعتقادی دین اسلام باشد، کجا در قرآن همچین دلیل روشنی بر امامت هست؟ نیست. لذا استدلالات علمای شیعه بر امامت هیچ استنادی به دلیل روشنی ندارد. آیه هایی میارن که خودشون تفسیر میکنن و تأویل میکنن به امامت، اما دلیلی از قرآن، آیه‌ای از قرآن که امامت را جوری بیان کند که هیچ قابل تردید نباشد، هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشد، هیچ کس نتواند مناقشه کند، وجود ندارد.
پس معلوم می شود با توجه به اینکه سبک قرآن اقامه حجت بر اصول اعتقاد با دلیل روشن، معلوم می شود که امامت جزو اصول اعتقادی دین اسلام نمی باشد. بارك الله فيكم. وفي هذا خداوند به شما جزای خیر بدهد. يعني عرفنا منها بعض الكلمات او كثير من الكلمات بعضی از کلمات رو دونستیم. استنطقنا بانكم تتحدثون عن الفرق چنین فهمیدیم که شما الدلیل و بین الشبهه و انتم صحبت کردید تفاوت بین دلیل و شبهه و دلیل از قرآن کریم آوردید العقدية الواردة بصريح القرآن الكريم على وجود الله وعلى و گفتید که يعني أنا قلت إن منهج القرآن ما گفتیم که منهج قرآن این هست که الواضحة دلایل واضح و روشن بیاورد که هیچ شک و لبسی در التباسی درش وجود نداره، در فهمش اختلاف نمی شود، حجت بر اصول اعتقادی آورده می شود و این منهج رو قرآن در مورد توحید، نبوت و معاد پیگیری کرده. اما امامتی که شیعیان مدعی هستند که یک اصل اعتقادی مانند توحید و نبوت و معاد هست، چنین دلیلی در قرآن وجود ندارد. هیچ آیه‌ای وجود ندارد که دلیل بر امامت باشه با این وضوحی که در واقع اصول دین میخواهند. به همین خاطر علمای شیعه به آیه‌های استدلال میکنند که هیچ گونه دلیل مستقیم بر امامت نیستند. به همین خاطر به دنبال تعویل نصوص هستند تا امامت رو اثبات بکنند و اصول اعتقادی به این روش ثابت نمیشوند. اصول اعتقادی در واقع تقلید درش جایز نیست. در نتیجه اصول اعتقادی باید از نظر شناخت برای همه ممکن باشد، بیانش واضح برای همه باشد. این درباره توحید و نبوت و معاد وجود دارد، اما درباره امامت وجود ندارد. پس از این نتیجه میگیریم که امامت اصلی از اصول دین نیست اصلا. كما هو شأن أدلة أصول الدين أن تكون قطعية. پس و چون دلیل قطعی در مورد امامت در قرآن کریم وجود ندارد، نتیجه میگیریم که امامت اصلی از اصول دین نیست. خداوند به شما جزای خیر بده. شیخ بزرگوار، هفته ها گذشت و شما با محمد باقر صدر صحبت می کردید در مسئله مهمی و اون این که محمد باقر صدر میخواد اثبات بکند که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسئله رو برای علی گذاشت و این اثبات رو تلاش کرد که از طریق در واقع تقسیم بکنه و چند حال فرضی رو در نظر گرفت که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولایت رو یا وصیت بکنه و یکی از حالاتی که شما ذکر کردید این بود که به شکل کامل رد کردید و شاید حلقه گذشته در مورد بررسی شما با باقر صدر در این باره بود. اما سوالی که من سوال میکنم و شاید یک بیننده بپرسد اون هست که شما در حالی که محمد باقر صدر میخواد اثبات بکند که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برای علی وصیت به امامت کرد بعد از خودش، شما در واقع ملاحظات زیادی رو مطرح کردید که محمد باقر صدر نتونسته به نتایج مطلوب برسه مگر از راه زورگویی و باطل. اما سوال من بعد از اینکه محمد باقر صدر این فصل رو به پایان رسوند آیا تناقضاتی داره؟ ایشون وقتی که با حقیقت برخورد میکنه، وقتی که صحابه رو اینگونه به تصویر کشید که این نسل پیشکسوتی رو که در طول تاریخ نبوت
أفضل من هذا الجيل نسلی بهتر از این ندیدیم وفهما والتفافا حول النبي صلى الله عليه وسلم که اونگونه که اینها اطراف پیامبر جمع شدن يطعن بهذا الجيل وقتی میخواد این نسل رو زیر سوال ببرد فيها سابقا اتهم هذا الجيل بأنه لا يبالي بمعرفة الدين در واقع میخواست بگه که صحابه توجه نمیکردند که دین رو بشناسند. كان في البداية وجه تهم أنه ایشون تهمت هایی رو متوجه این نسل کرد يصلي على الميت وأنه كان يعزف عن السؤال عن أحكام الدين و در واقع اینها نمیدونستند بر میت چطوری نماز بخونند تفقه و به دنبال تفقه در دین نبودند و این مطالبی رو که عنوان کردن. الحقيقة الصادمة ایشون با یک حقیقت برخورد کرد. هذا الجيل بهذا الوضع وقتی که این نسل چنین وضعیت داشتن، این معنیش این است که تجربه پیامبر موفق نبود الله عليه وسلم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس گمان ایشون شکست خورد يربي در اینکه صحابته صحابه رو به گونه‌ای تربیت بکند که بمستوى شایسته كانت النبي صلى الله عليه وسلم كآخر جایگاه پیامبر باشند به عنوان آخرین نبی الله تعالى إلى و خداوند ایشون رو به سوی همه مردم فرستاده آخر رسالة و آخرین و بالاترین حلقه نبوت بوده. حاول أن يبرر پس ایشون به دنبال توجیه بودن. يبرر ذلك ایشون میخواد اینگونه توجیه بکند و بگوید النبي صلى الله عليه نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم يخفق وإنما شکست نخورد نجاحه بلکه نجاحا نسبيا موفقیت ایشون نسبی بود. هذا النجاح نسبي. نعم ادعى يعني أن ایشون النجاح ادعا میکند که موفقیت نسبی بوده و این موفقیت قیاس میشه در چارچوب ظرفها و شرایط ممکن الله صلى الله عليه که رسول اکرم صلی الله علیه و درش قرار داشت. هذه الظروف پس هذه ایشون النقاط. این موقعیت ها رو ذکر میکنه، شرایط رو ذکر میکنه. 6 مبررات 6 ادعى توجیه رو آورده، أخذ بنظر الاعتبار ادعا میکنه هذه که اگر این المبررات الستة 6 نکته رو ما مد نظر قرار بدیم نجاح میدونیم که النبوي كان موفقیت نجاحاً پیامبر یک موفقیت نسبی هنا بود. طبعا هو لا يزال ایشون باقر صدر اللبيب يستطيع أن يدرك قاری خواننده میتونه درک بکنه که لا يزال يرى أنه لم يستطع أن که باقر صدر نتوانست تماما که شیء قانع کننده چیز قانع کننده بیاورد. يحاول مع القارئ در نتیجه يقنعه باقر صدر تلاش میکنه که الأفكار الهزيلة در واقع با افکار بسیار سخیفی اونها رو قانع بکنه. يريد أن يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم میخواهد أنه لا بگوید يريد که أن يطعن بالنبي نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میخواد بگوید که من هدفم ابجویی از پیامبر نیست. أن التجربة النبوية در نجحت اول نجاحاً گفت که تجربه پیامبر نسبی بود ذكرناه سابقا حينما قال مدرس لغة و مثال اون معلم زبان انگلیسی رو زد که ما بیان يتكلم کردیم. بكلام الان آخر سخن دیگری میگه، يقول في إطار هذه الأمور الستة میگه در چارچوب این 6 نکته النبوية أنت میبینیم که نتاجاً عظيما تربیت پیامبر في البداية در نتیجه بزرگی داشت. أن در ابتدا میگفت که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نجاح موفقیت ایشون یک موفقیت نسبی بود يقول في الوقت و به همین خاطر میگوید كان هكذا يقول در ابتدا اینطوری میگفت الذي نؤمن فيه بأن التربية النبوية در كانت این حالی که ما ربانية ایمان میآوریم که تربیت پیامبر یک مثال ربانی متميز بود، إلا أنه مگر يقول ما أن هذا ایشون لا میگوید يقوم على ملاحظة النتائج بصورة در واقع هدف ملاحظه نتایج نیست با توجه به شرایطی که وجود داشت. الكم بصورة منفصلة عن الكيف إلى أن يصل أن التقييم تا اینجا میرسد که تجربة تجربه پیامبر كانت یک تجربه ناجحة نسبيا موفقیت نسبی بود. لهذا يقول به همین خاطر میگوید ان هذه الصورة التي عرفت عن الصحابة وما فيها این من أرقام شکلی که از صحابه شما یافتید يتعارض مع ما نؤمن به من ان التربية با النبوية معارض هست و مخالف هست با اون چیزی که ما میگیم که پیامبر موفقیت کسب کرد. نحن حددنا الصورة الواقعية ما در واقع شکل واقعی رو، ایشون میگه ما شکل واقعی رو ارائه دادیم. الصورة الواقعية این شکل واقعی است که قال ما هذه گفتیم. الصورة الواقعية لا تتعارض سپس میگوید این شکل واقعی بالتجربة معارض با النبوية. تجربه پیامبر نیست، قيم التجربة النبوية زیرا ما تجربه پیامبر رو تكون النتيجة با توجه به شرایط نسبية میسنجیم و میگیم نتیجه نسبی موفقیت آمیز بوده. مبررات
اقتصار النجاح على انه و در واقع وقتی که توجیهاتش رو میگه که موفقیت نسبی بوده، در پایان میگوید التربيه النبويه میبینیم که تربیت پیامبر عظيمه تجربه عظیمی بود وحققت تحولا فريدا و یک تحول بكيف يحقق یکتا داشت. التحول الفريد وينتج چگونه ما میگیم این تحول بی‌نظیری است جيلا صالحا و جیل نسل صالحی رو تربیت کرد. كل هذه الطعون این قبلا نسل رو میگفت که این ابها رو داشتن، الان میگه نسل صالحی رو ایجاد کرد انه مؤهلا که اینها هدفه النبي شایسته این هستند شعبيه که صالحه یک للالتفاف حول قاعده مردمی صالحی بودند که پیرامون رهبر آینده گرد آیند. الانتاج العظيم اصبح ما هو در نتیجه این میگوید این نتیجه عظیم چی بود؟ يعني النجاح نجاح نسبي یعنی موفقیت نسبی هست عظيم و انتاجش بزرگ هست، نتیجه بزرگی در بر داشت و اون این هست که نسل رو درست کرد للالتفاف که الزعامه پیرامون للتجربه رهبر آینده جمع هذا بشه. الكلام این سخن تناقض تناقض دارد الصدر نفسه با اون چیزی که خود صدر گفته، ليس فيما مضى من نه اینکه بالصحابه وانما فيما ياتي حينما نه تنها در سخنان گذشته است بلکه در سخنان آینده است که میگوید که صحابه دو گروه بودند، یک جهت اکثریت و یک اقلیت. ایشون میگوید که اکثریت هو ان این بودند، بر این بودند يا که خضوع للاوامر الربانيه والنبويه پیروی از دستورات خدا و پیامبر على العباديات بر مسائل عبادی بود فقط. واما في القضايا اما التي تخرج در مسائلی که الامور العباديه از چارچوب امور عبادی بیرون می شود، هذا الاتجاه این جهت كان يقدم المصلحه على اینها مصلحت رو بر نص مقدم می دونستند. يعطل النص من اجل المصلحه. من اجل المصلحه در واقع اینها میخواستن نص رو به خاطر مصلحت تعطیل بکنن. این هذا هو اکثریت، الذي يقوله. این اون چیزی است که با آخر صدر میگوید. الاقليه هي التي اما كانت اقلیت کسانی بودند که نص رو قبول داشتند و همه ابعادش رو قبول داشتند، التوقيفيه والغيبيه وغيرها چه در امور توقیفی و غیبی و چه تعبيره امور عن هذه دیگر. الاكثريه تعبیرشون از این اکثریت، طبعا الاقليه معروفه هو سيصرح بهم فيما بعد يقول اقلیت رو میگوید سلمان و ابوذر و عمار بودند يذكر هذه الاسامي هم طبعا يضيفون اليها المقدار و بعضی ها مقدار رو هم اضافه میکنند. الاكثريه التي اکثریتی که انها صاحبه الاتجاه و که ایشون میگوید که صاحب اون جهتی که و کسانی که مصلحت رو بر نص مقدم میدونستند که جمهور صحابه این گونه بودند. ماذا يعبر عن هذه الاكثريه؟ از این اکثریت چه تعبیری داره؟ میگوید تحمل الرسول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم في كثير من الحالات تلخی های زیادی به سبب اینها متحمل شد. طيب هذه العباره وقد تحمل این الرسول این عبارت که پیامبر تلخی های زیادی در هذا الاتجاه این از این گروه متحمل شد، بان التجربه النبويه انتجت انتاجا عظيما وحققت آیا این تحولا با این جور در میاد که پیامبر نتیجه بزرگی گرفت و نسل صالحی تربیت کرد تكوين قاعده شعبيه که و یک قاعده مردمی ایجاد کرد که پیرامون رهبری آینده جور در بیان؟ آیا اینشون هماهنگ هستند؟ اینها هماهنگ نیستند. كيف تكون هذه چگونه كيف قاعده صالحه للالتفاف چگونه یک قاعده صالحی برای رهبری ایجاد می کند و اونطوری که صدر میگوید و این رهبر به سبب اینها تلخی زیادی متحمل شد؟ آیا تناقض وجود ندارد در این سخنان؟ قطعا در این سخنان تناقض وجود دارد. نحن نستكشف ما نتیجه میگیریم، دو نتیجه میگیریم. المطب الذي وقعت فيه اول، گودالی که درش اطروحه التشيع سقوط میکنه طرح تشیع مذهبی که نمیتواند تسوق لنفسها خودش برای خودش تبلیغات بکند اساس الطعن بالصحابه وتخوينهم به خاطر اینکه مبتنی بر ابجویی صحابه و خیانه خواهان دونستن صحابه هست. ولم تستطع سپس نمیتواند تتماسك في ذلك فوقعت في هذا المطب لأن در واقع نمیتونه که الصحابه در واقع چون اینو نمیتونه به اثبات برسونه، والى الطعن برسول الله صلى الله عليه نتیجهش ابجویی از پیامبر میشه وسلم للامور ثم وقعت في هذا المطب
در نتیجه دچار چاله دیگر می شود. أن تبرئ التجربة النبوية می خواهد هذه التجربة النبوية بگوید که ولا هي قادرة على أن نمیتواند ابجویی از تجربه پیامبر رو دور بکند و نمیتواند که در واقع صحابه رو زیر سوال ببرد. روحة التشيع المذهبي. در نتیجه طرح تشیع مذهبی یک طرح غیر علمی است. الجانب الثاني از جهت دوم محاولات الصدر لاستدراج القارئ. تلاش های صدر برای هذه الطريقة استدراج، يحاول أن ایشون يستدرج میخواهد القارئ بیننده رو يجعله استدراج بکنه تا معتقد باشد که بأمرين متناقضين. با دو تا امر متناقض معتقد باشد. الأمر الأول امر اول الطعن بالصحابة این ابجوی صحابه و امر دوم تنزيه التجربة النبوية. و تنزیه و پاک دونستن تجربه پیامبر هذا أمر ليس بالإمكان. و این ممکن نیست. يعني هذه القناعة التي يحاول الصدر این قناعتی که صدر میخواد بینندگان رو خوانندگان رو بهش برسونه متحقق نمی شود. الصحابة النظرة الشيعية للصحابة كما ذكرنا نگاه شیعه به صحابه چنانچه ما ذکر کردیم هم يعني لا يقتصرون اونها في طعنهم بالصحابة در طعن به صحابه المرحلة التي اکتفا نمی کنند أتت بعد وفاة النبي صلى الله به مرحله‌ای که بعد از پیامبر میاد. عليه وسلم. هم يطعنون بالصحابة اونها ولا يزال الصحابة صحابه رو در زمان و عصر پیامبر هم زیر سوال میبرند. ولهذا اتهموا الصحابة به همین خاطر صحابه رو متهم میکنن، الصدر لهم تهمت زد که لدى الصحابة اتجاه لا يخضع للنص صحابه گروهی بودند اکثریتشون که تابع نص نبودند، عدا العباديات والتوقيفيات فقط در عبادات و توقیفیات بودند التمرد على النص تقديم المصالح على و النصوص. اونها در واقع مصالح رو بر نصوص مقدم میدونستند. باخر صدر در مورد صحابه اینطوری میگوید، صلى الله عليه وسلم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اونها میگویند تحمل المرارة. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بعد صدر میگه تلخی های رو چشید. المرارة في كثير من الحالات بسبب پیامبر تلخی های زیادی به سبب اینها متحمل شد. في على اساس هذا الاتجاه بر اساس يقولون این الصحابة جهتی که میگه صحابه من ان يكتب كتاب الاستخلاف يعني واتهموا منع کردن صحابه از اینکه پیامبر خلافت رو بنویسه. قتل النبي صلى الله صحابه میخواستن پیامبر رو به قتل برسونن. عليه وسلم صحابه رو متهم میکنه که خلقوا جوا جعل النبي صلى الله فضایی رو ایجاد کردن که من الاعلان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میترسید که اماما امامت علی رو اعلام بکند للخوف ظل عند النبي صلى الله عليه و این ترس وسلم القرآن نزد پیامبر وجود داشت كلمة تهديدية تا اینکه قرآن نص قطعی نازل کرد و تهدیدش کرد پیامبر رو. يعني هذه النظرة این نگاه يقدمها التشيع المذهبي که تشیع مذهبی در مورد صحابه مطرح میکنه، نظرة تتهم الصحابة وهم لا يزالون این يعني في كلمة نگاه صحابه رو در عصر پیامبر هم إذن متهم میکنند. پس چگونه ممکن است؟ هذه النظرة مع القول بأن التجربة در واقع میتونیم انتجت انتاجا عظيما اتفاق ایجاد بکنیم بر اینکه در واقع انتاج عظیم کجاست ان تربي جيلا يصلح للالتفاف حول الزعامة. که در واقع نسل ایجاد بکنند که پیرامون رهبری حلقه بزنند. زعامة. طيب اذا كيف يصلح للالتفاف حول الزعامة والنبي چگونه در واقع زعيمها الاول وهو النبي صلى اون الله عليه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که رهبر اول هست مرارت و تلخی از اونها چشید، اتجاههم الى تعطيل النص من أجل بلکه اونها به دنبال تعطیل نص بودند به قول باقر صدر بر اساس مصلحت. ثم قد چگونه؟ يعني جاءت نصوص واحداث تبين توجه الصحابه نصوص و احداثی اومدند که توجه صحابه رو به اثبات میرسونه. انا طبعا كتبت ردا لان هو هذه العبارة انا اتيت بها الان فقط لبيان تناقضه من در واقع رد نوشتم که ایشون متناقض هست، تناقض‌گویی میکنه. تفسير الوجود الشيعي فسره على اساس ان هذا الوجود الشيعي كان من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم و اونها میخوان بگن که شیعه ها از زمان پیامبر وجود داشتن كانوا على اتجاهين و میخوان بگن که اتجاه اقليه در واقع اتجاه اکثریت بود يعطل النص که نص رو تعطیل میکنن به خاطر مصلحت و اتجاه الاقليه هو الاتجاه الذي اون يتعبد اقلیتی که يقول هذا نصوص رو الاتجاه قبول الذي داشتن. يتعبد بالنص هو الاتجاه الشيعي ایشون میخواد بگوید که اونهایی که تعبد میکردن با نص و نص قبول داشتن همون اتجاه و بود شیعی قضیه بود. الذي ولی اغتصب عموم الخلافه صحابه عطل النص کسانی بودند که خلافت رو غصب کردند و نص رو کنار گذاشتند. وانا رددت عليه طبعا هناك من در واقع اونجا به تفصیل صحبت کردم و در حلقات گذشته ذكرت هذه الردود در واقع این ردها رو ذکر کردم. اینجا اون چی که در موضوع مهم هست
این هست که تناقضی که صدر درش قرار گرفته يعني يؤشر على مؤشرين اساسيين. دلیل به دو چیز اساسی دلالت میکنه. الشيعية نفسها. یک، بحران در فکر تشیع المؤشر الثاني و دو، محاولة استدراج القارئ تلاش استدراج وقع فيه الشيعة خواننده در اینکه شیعه رو در تناقض بیاندازه. النبوية تجربة رائعة وإمكانها میگوید تجربه پیامبر تجربه شگفت‌انگیز و بزرگ و عظیمی است هي السيرة ولكن تجربة النبي يعني يقول و أن ایشون میگوید که صنعه كيف نجح هذا النجاح الهائل پیامبر چگونه اینگونه بزرگ موفق شد. ثم هذا النجاح النسبي عبر عنه بأنه بعد أنتج این إنتاجاً عظيماً. موفقیت نسبی رو گفت که یک نتیجه عظیم هست. به آخر صدر میگوید أنتج إنتاجا عظيما. طيب حينما نريد أن نعرف ما هو وقتی که ما بگیم که نتیجه بزرگ چی بود، الإنتاج العظيم ليس في أن ينمي صحابته این نتیجه بزرگ این نیست که صحابه رو به گونه‌ای تربیت بکند که رهبران آینده باشند و پیشکسوت باشند، إنتاجه العظيم بلکه نتیجه عظیم این بود که پیرامون رهبری گرد آیند طريقة يحاول و این گونه بين میخواهد بیاید وبين الطعن بالتجربة النبوية. در واقع بین ابجوی صحابه و ابجوی به تجربه پیامبر جدا بیاندازد. يكون قد طعن ولی واقعیت این هست که ابجوی صحابه همان ابجوی به پیامبر هست. يحاول أن يستدرج القارئ للتفكير. ایشون میخواهد خواننده رو به این سمت ببرد که نه، ما پیامبر رو ابجویی نمی کنیم بأن النبي قد نجح و اعتقاد داریم که پیامبر موفق بود و موفقیت نسبی بود و موفقیت نسبیش این بود که يربي جيلا يلتف حول الساعة نسلی رو تربیت بکنه که پیرامون رهبری گرد بیاید فيظهر فيه بأنواع الطعون. و بعد میآید و ابهای زیادی به نسل میگیرد. القارئ عبر هذا الكلام البراق أن التجربة النبوية میخواهد با این کلام براق بگوید که تجربه پیامبر بزرگ بود، موفق بود أوجدت و چیزهای زیادی ایجاد کرد. إلى الحقيقة اما در لا حقیقت يؤمنون بأن التجربة النبوية اونها ایمان ندارند که تجربه پیامبر موفق بود. على مستوى الالتفاف حول الزعامة حتی در این اندازه که گرد رهبری هم جمع بشوند، حول زعامة النبي صلى الله عليه وسلم. ایشون میگوید که صحابه پیرامون رهبری پیامبر هم گرد نیومدن. ألف للسنة أم ألف للشيعة؟ لا ألف للسنة. نعم. ألف للسنة. این کتاب برای شیعه یا سنی، برای شیعه و سنی نوشته شده. هي محاولة تأصيل التشيع. این تلاش هست تا اصول و پایه های تشیع رو بیان بکنه. أحدث محاولة آخرین و لتأصيل تازه ترین من تلاش تشیع برای بیان اصول فکری و ریشه های تشیع هست يعني أوجه الخلل واضحة و میبینید که خلل درش چقدر واضح است. عن أزمة الأطروحة الشيعية نفسها. يعني أنا النقطة التي أريد أن أؤكد عليها نکته‌ای که ما میخواهیم الأطروحة الشيعية تأکید بکنیم این که طرح شیعی قامت یک طرح أساس گمانی است برای اینکه على قائم بر این هست که طالب رضي الله عنه نصی بر امامت علی رضی الله تعالی عنه است تمردوا على و هذا النص. صحابه بر این نص تمرد کردند. التشيع يقوم در على نتیجه الطعن بالصحابة. تشیع صحابه رو این گونه زیر سوال میبرند. يستلزم الطعن زیر سوال بردن صحابه در واقع مستلزم زیر سوال بردن پیامبر هست وبإنتاج هذه التجربة النبوية. و در واقع تجربه پیامبر زیر سوال میرود. أمرين ولا يستطيع. میخواهد این دوتا چیز رو تفکیک بکنه با آخر صدر و نمیتواند. كل طعن بالصحابة سيؤدي هر تلقائيا ابجویی و زیر سوال بردن صحابه مستلزم حول التفكيك زیر سوال بردن پیامبر هست. صدر میخواهد اینها رو تفکیک بکند، في محاولة التفكيك. اما ایشون در این تفکیک کاملا شکست خورده است. إذا لم يكن هناك تفكيك وقتی تفکیکی وجود نداره، أن يطعن حينئذ بالصحابة. پس ما دام صدر الطعن بالصحابة هو طعن بالتجربة وقتی که زیر سوال بردن صحابه زیر سوال بردن نبوی هست، إذن لا يمكن الطعن في الصحابة. در نتیجه ممکن نیست که صحابه رو زیر سوال ببرید. يريد أن يقول این به منظرون تفکیک و جدایی که شیعیان میخوان انجام بدهند غیر ممکن است. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. خداوند من فضيلة الشيخ يعني قراءة لهذه القضية من نص محمد باقر الصدر. قرائت این از النص هنا وبينت التناقض فيه سخنان باقر صدر رو من خوندم، تناقض رو بیان کردم. طبقا لرؤيتنا نحن أهل بر السنة اساس نگاه ما اهل سنت نقول هي رائعة میگیم في كلا المستوى. تجربه پیامبر در هر دو جهت موفق و شگفت انگیز بوده. جيل قيادي پیامبر موفق شد يستطيع أن يتحمل یک
صحابه و نسل رهبری رو ایجاد کرد که تونستن امت رو رهبری بکنن سواء و حتی الجيل الذي يصلح للالتفاف حول الزعامة برای نسلی آماده بکنه که پیرامون رهبری گرد بیاین أبي بكر وعمر و اون زعامت و رهبری ابوبکر و عمر بود الصحابة و حول هاتين الزعامتين و گرد آمدن صحابه پیرامون ابوبکر و عمر بود. حول هاتين الزعامتين اطباق يا شيخ التفاف الصحابه هو بمثابه الاطباق يعني حينما نصوره لا نستطيع نعم. الواقع العملي واقع عملی الواقع العملي واقعیت عملی اثبات کرده است که صحابه كانت عندهم حالة من التماهي حالت زعامة أبي بكر وعمر ذوب شدن در رهبری ابوبکر و عمر تماهوا داشتن، مع هذه الزعامة بلکه در واقع ذوب شدن در رهبری ابوبکر و عمر. والفاروق رضي به همین خاطر صدیق و فاروق رضی الله تعالی عنهما الله در الكبيرة والجسيمة وظیفه بزرگشون موفق شدن. من أخطر اون وأعظم وظیفه و که از بزرگترین و خطیرترین وظایف الأحيان الفتي من المخاطر نجات العظيمة التي لحقت به اسلام تازه تأسیس شده از خطرها، والدفاع عنها ثم دفاع از اسلام على الرسالة إلى العالم و رساندن رسالت به دنیا نه از نظر دعوت وإنما توسيع الكيان بلکه گسترش جغرافیای جهان اسلام. لولا هذا الالتفاف العظيم اگر این گرد آمدن بزرگ أبو بكر وعمر که ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه ایجاد کردند رضي الله عنهم و از صحابه در کنارش نمی بودن، تحقيق هذه الأهداف این اهداف محقق نمی الذي شدن. نهض أصلا من الذي نهض في القضاء على الردة چه کسی مرتدین رو سرکوب کرد؟ نعم ولكن من الذي استجاب له صحابه وقال چه کسانی در واقع ابوبکر بود؟ چه کسانی اجابت کردند؟ صحابه بودند که دعوتشون اجابت حمل کردند. دعوة الإسلام چه کسی بقيادة أبي بكر دعوت اسلام رو با رهبری ابوبکر به دنیا رسون؟ جزیره عرب رسون صحابه. أن يمسك چه کسی بالولايات توانست وأن تكون هذه ولايات خاضعة استانهای مختلف رو در بر بگیرد و اینها پیرو رهبری باشند؟ اینها صحابه بودند. الذي استطاع أن يسقط چه کسی الإمبراطوريات توانست امپراتوری ها رو شکست بدهد جيوش الفتح الإسلامي و گروه های فتح اسلامی الرسالة الإسلامية إلى الآفاق و رسالت اسلامی رو به گوشه و کنار دنیا برسانند؟ صحابه بودند. طائعين ممتثلين این پیرو بزعامة أبي بكر فرمانبردار رهبری ابوبکر و عمر بودند. حول الزعامة بلى صحابه طيب هؤلاء الذين صلحوا این کسانی که الذين أنشأهم النبي پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونها رو صالحين در حدی که تربیت کرد که صالح باشند که گرد بزنند، گرد رهبری جمع بشوند، حول علي اینها پیرامون علی سيكون في نرفتند. هؤلاء أو سيكون في الأطروحة آیا سيكون الخلل في الأطروحة اشکال در این هست یا اشکال در طرح هست؟ في هؤلاء الصحابة اگر اشکال در صحابه می بود، النتيجة باید نتیجه این گونه بود، التفاف هؤلاء الصحابة نباید این صحابه زعامة أبي بكر پیرامون ابوبکر و عمر گرد بیایند، إنما الواقع أثبت بلکه واقعیت اثبات کرد که صحابه رائعا حول هاتين الزعامتين در پیرامون این دو تا رهبری گرد اومدن. الالتفاف حول زعامة علي بعد الرسول صلى الله عليه چرا بعد از رسول صلی الله علیه و پیرامون علی گرد وسلم نیومدن؟ على أنها غير موجودة برای اینکه على أنها غير مشرعة لا في الكتاب به دلیل اینکه رهبری علی در قرآن بود نه در سنت بود. أن يخلقوا لأنفسهم يعني زعامة دينية من فراغ به خاطر این به دنبال این نبودن لو که كان هناك نصی در این زمینه وجود نداشت. هذه الصلاحية اگر نص وجود می باش، این صلاحیت عملی که صحابه ایجاد کردند و پیرامون ابوبکر و عمر جمع شدند جا داشت که در مورد علی رضی الله تعالی عنه ایجاد شود، به خاطر اینکه نصی وجود داشت. النبي صلى الله عليه وسلم على قول الصدر نجح بنابر قول صدر جيل که يصلح پیامبر للإسلام تونست نسل ایجاد بکنه که پیرامون رهبری گرد بیاید. زعامة علي چرا برای رهبری علی گرد نیومدن؟ به خاطر اینکه نصی وجود هل نداشت. التفوا حول زعامة أبي بكر وعمر؟ آیا پیرامون رهبری ابوبکر و عمر گرد آمدند؟ بله. إذن الخلل در نتیجه ليس في صلاحية خلل هذا الجيل در صلاحیت این نسل نیست که پیرامون رهبری بیان، في الأطروحة الشيعية بلکه خلل در طرح شیعی بیاید که چیزی رو فرض میکنند که وجود ندارد. هذه النقطة الثانية این نکته دوم. النقطة الثالثة نکته سوم التمييز الظالم بين الصحابة التمييز الظالم نعم لاحظوا تمییز ظالمانه، تبعیض ظالمانه بین صحابه. ما توجهها بشكل عام
إلى این جيل الصحابة تهمت ها رو همه رو در واقع به صحابه به صورت عمومی میزند تا حالا که صحبت إلى کرد. جيل الصحابة. الآن يريد أن يستثني. الان میخواد استثناء بکند. يقول باق- تواجد باقر صدر میگوید شوفوا لاحظوا ببینید الأصل. نعم. تواجد أفراد في ذلك الجيل وجود طاعت التجربة افرادی در این نسل بنيهم بناء رساليا رفيعا که اونها رو به دنبال رهبری بلند بود که اونها رو رهبرانی بزرگ بگرداند. وعمار. يعني كل هذا الكم من الصحابة یعنی همه ما این صحابه استطاعت التجربة أن نتوانستند تبنيهم بناء رساليا رفيعا. اونها رو در سطح بالایی برسانند. همه ولا این صحابه استطاعت التجربة أن تصهرهم و في این بودقتها. نتوانست این تجربه اونها رو ذوب خودش بکند. يقول اینجا چی میگوید؟ استطاعت میگوید التجربة النبوية توانست تجربه پیامبر تبنيهم که اونها رو بنا بکند، بسازد، تبنيهم بناء رساليا رفيعا در سطح رهبری بسازد في بودقتها. و ذوبشون بکند. لا يذكر المسلمين يرسل القضية إرسال المسلمات. هنا هذا افراد رو الكلام ذکر نمی کند. اقتضى مني این سخن يعني طبعا نحن به دنبال این است که ما بررسی بکنیم. مكانة الصحابة عندنا عظيمة جميع جایگاه صحابه نزد ما همه وإن بالاست. اختلفوا في التفاضل فيما بينهم اگرچه لكن فضیلت هاشون متفاوت هست. صحابي من الصحابة ما میگیم صحابی صحابی است نرى الطعن سائغا في أي صحابي و تن رو نرى عدالة الصحابة بد و بیراه گفتن صحابه رو درست نمیدونیم. همه صحابه رو عادل میدونیم. الذي ذكره ما این سخن ایشون رو میگیم. نبه على التفاضل في الدرجة. ایشون نمیخواد با این سخنش تفاضل در درجه رو ذکر بکنه. لا في عمار ولا في سلمان كلهم صحابة أجلاء. عمار و سلمان همه صحابه بزرگواری هستند. بالای سر ما هستند. اما شما رو به خدا يقول سلمان أبو ذر عمار. سلمان و ابوذر و عمار النبوية استطاعت أن تصهرهم في بودقتها. میگوید این سه نفر رو پیامبر تونست بسازد کاملا. فقط نجري مقارنة. فقط ما یه مقایسه انجام میدهیم. عمار رضي الله عنه عمار رضی الله تعالی عنه أوليس هو الذي نزل فيه قوله تعالى آیا این آیه در موردشون نازل نشد؟ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. کسی که مجبور بشود و قلبش مطمئن به ایمان هست. عمار الذي یعنی أكره عمار هنگامی که اجبار شد که کلمه کفر رو به زبان بیاورد، لأقارن عمار عمار رو مقایسه بکنیم با بلال ظل إلى النفس الأخير يردد أحد أحد. و تا آخر میگفت احد احد. أقول حينئذ در این وقت من میگویم أقول عمار صهرته التجربة النبوية في بودقتها ایشون میگوید عمار کسی است که ذوب شده، لم تبنيه ولی التجربة بناء الرسالة. بلال رو پیامبر نتونست بنای خوب بکنه، خوب بسازه. لا لا كيف؟ يعني الآن ألا نريد منك أن ألا نظلم بلالا حينئذ؟ نعم آیا ما در این صورت به بلال ظلم نکردیم؟ لبلال. صحيح. يعني این ظلم به التجربة بلال النبوية هست. استطاعت یعنی تجربه أن پیامبر تصهر شخص في توانست بودقتها. شخص رو اینطوری ذوب نزل بکنه. فيه قوله تعالى درش إلا من أكره. این آیه نازل شد که مگر کسی که مجبور بشود و قلبش مطمئن به ایمان باشد. استطاعت التجربة النبوية أن تصهر هذا. تجربه پیامبر اینو به صورت کامل ساخت، اما نتوانست شخصی رو بسازد که يقول أحد تا زیر شکنجه تا آخرین لحظات میگفت احد احد، واعتقد تا اینکه ابوبکر صدیق اومد و ایشون رو خرید و آزاد کرد. أنها لم تستطع أن تصهرها. كيف يعني چگونه بلال أكثر من تضحية عمار. فداکاری بلال بیشتر از عمار هست. مثلا سلمان وقتی مقایسه میکنیم مثلا سلمان را به مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه، هل لسلمان رضي الله عنه آیا سلمان من التضحيات فداکاری ها من الأذى ووقف من أجل و الرسالة مواضع برای رسالت الذي وقفه مثلا مصعب بن عمير بیشتر از کارها و اقدامات مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنهما بودند؟ بمجملها قبل إسلامه فهو في رحلة الشك أو في رحلة هذه البحث. رحلة إيمانية. نعم لا هو لكن نقول أنا قد يجيبك هو لا بهذا. لا يستطيع أن هو يتكلم عمن بنتهم الرسالة. نعم ایشون در مورد سازندگی تجربه پیامبر صحبت میکنه. مرحلة ما بعد الإسلام. ایشون از مرحله بعد از اسلام صحبت جاء میکنه. إلى المدينة وهو شيخ كبير سلمان در مدینه اومد و مرد بزرگی بود، پیرمردی بود، والرسول صلى الله اسلام عليه رو وسلم پذیرفت هو الذي سعى في اعتاقه و رسول اکرم صلی الله علیه و تلاش کرد که آزادش بکنه مع المسلمين في و- دولة قائمة. و با مسلمین در یک دولت اسلامی اومد. فيأتي التعبير يقول الصدر سلمان استطاعت التجربة صدر النبوية أن میگوید تصهره في بودقتها. سلمان تجربه نبی رو در تجربه پیامبر ذوب شد. وقفوا يعني الأنصار
يعني ذكرت أنت مصعب بن عمير. مصعب بن عمير آیا انصار جعله الرسول صلى الله عليه مصعب بن وسلم عمر سفيرا بين رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون رو الذي ضحى خرج من الغنى مصعب بن عمر که در واقع رفاه و آسایش و غنا رو ترک کرد و در فقر کامل به خاطر اسلام قرار گرفت، بعد دعوت رو در سخت‌ترین شرایط بر دوش کشید و ایشون توانست کیان اسلامی رو در مدینه ایجاد بکند و بعد جنگید تا اینکه شهید شد و وقتی که سرش رو کفن میکردن سرش ظاهر میشد، پاهاش ظاهر میشدن، اما ایشون میگه که خب سلمان شد یا عمار شد. این تبعیض صحیح نیست. کل صحابه رو ما احترام میگذاریم و تقدیر میکنیم، اما این تبعیض بزرگ که بیشتر جمعیت صحابه رو جدا میکند و میگه 2-3 نفر فقط تربیت پیامبر رو خوب پذیرفتن. وقتی افراد رو ترک کنیم جماعت رو بگیریم. مهاجرین اول که از سرزمینشون بیرون رانده شدن و مدح قرآن از انصار که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن اگرچه نیاز شدید داشته باشن. سخن پیامبر که حب انصار ایمان هست و بغض اونها نفاق هست. اگر انصار مردم راهی بروند و انصار راهی، من راه انصار رو میرم. فداکاری های انصار الذين قالوا وقف يكفي ان سعد بن معاذ قام في بدر والمسلمون قله. سعد بن معاذ در بدر قیام کرد و مسلمانان کم بودند ناطقا باسم الانصار یا رسول الله و به نام انصار صحبت کرد. وسالم منشئ وعادي منشئ، با هر کس جنگ می‌خواهی، با هر کس صلح می‌کنی، با هر چی از اموال ما می‌گیری، دستوری که به ما بدهی ما پیرو دستورت شما هستیم. اگر ما رو وارد این دریا بکنی ما وارد میشیم و هیچ کسی از ما تخلف نمیکنه. و اگر ما فردا چی بشیم، مواجه با دشمن بشیم، ما مواجه خواهیم شد با سخت. آیا این سخن انسانی است که عمار رو برش برتری بدیم؟ یک موضعی که عمر رضی الله تعالی عنه، موضع واحدی، موقف واحدی که عمر گرفت که مسلمانان از مرحله سری به مرحله علنی اومدن، این تنها موضع رو که در نظر بگیریم برابر با زندگی بسیاری هست. شیخ همه این تجربه ها و همه این فداکاری ها و این زندگی سراسر خیر و برکت تجربة الإسلام. يقول أفراد صهرتهم. طبعا مفهوم الكلام أفراد يعني قليلين. حينما يكون أفراد صهرتهم وقتی میاد چند نفر فقط ساخته شدن، یعنی بقیه ساخته نشدن. نحن لا نريد أن نطفف ما نمیخواهیم جایگاه عمار و یاسر و سلمان رو کم بکنیم. يعني عمار أيضا له جهاده في الإسلام. عمار هم جهاد و فداکاری داره. عمار أسلم وعذب وقتل والداه و مادرش کشته شد، مادر عمار. ما نمیخوایم جایگاه اونا رو پایین بیاریم، اما اینکه ما نتیجه تجربه پیامبر رو بر 3 نفر یا 4 نفر یا 5 نفر بیاریم و این تعداد زیادی از صحابه رو نادیده بگیریم، در واقع این نقش در جنگ ها چگونه پیش شدن، نقش طلحه کجاست، نزد زبیر کجاست، سعد کجاست، عبدالرحمن ابن عوف کجاست. اون گروهی که اسلام را نجات دادن بعد از اینکه بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در واقع این صحابه وقتی که از مدینه بیرون شدن و به سوی یمامه رفتن و میخوایم گفتن دولت اسلام رو به زمان رسول برمیگردونیم و در برابر مرتدین ایستادن
بدون هیچ گونه ترس و وحشتی ایستادن در برابرشون و می توانند که شبه جزیره رو عرب رو از دوباره به دولت اسلام برگردانند. اینها تنها عمار و یاسر که نبودند. بعد هم بگوید فقط 2-3 نفر تجربه پیامبر رو پذیرفتند. 8000 نفر به قادسیه اومدن و کسرا رو شکست دادن. تنها سخن ربیع ابن عامر به رستم ثابت میکنه که چه کسی ذوب در تجربه پیامبر شده. وقتی رستم پرسید چه چیز شما رو آورده، ربیع ابن عامر گفت که ما اومدیم که انسانها رو از بندگی بندگان به سوی بندگی پروردگار بندگان سوق بدیم. آیا این کلام دلیل بر این نیست که ذوب در تجربه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و ساخته شده؟ لم تصهرهم التجربة النبوية هو الذي لم ينصهر في الأمة الإسلامية. کسی که این سخن را میزند که اینها در امت ساخته نشدن، صحابه در واقع خودش کسی است که وارد امت نشده. من میخوام بگم اهل سنت، عقیدهتون رو با دندان محکم بگیرید. به والله عقیده سالمی است. هر کس از عقیده اهل سنت خارج بشه گمراه می شود و تشیع اینه در این چاله ها می اندازد که انسان رو، قلب انسان و فکر انسان رو فاسد می کند و تفکر و اندیشه انسان رو مسخ می کند. کسی که درست فکر بکنه ممکن است به چنین نتیجه‌ای برسه. شما این سخن رو رد می کنید شیخ به این گونه واضح و قوی. چگونه کسانی که این کتاب میخونند میتونند از چنین چیزی متاثر بشن؟ وقتی شما میفرمایید کسی که از شما وقتی میگید کسی که از مذهب اهل سنت و جماعت بیرون بشه در تفکرش مسخ میشه، على وزن الامور وزنا صحيحا يعني الا ان يزيح عن عينيه مگر اینکه از عینک بدبینی رو از چشمش بردارد. در این صورت میتوند واقع رو واضح و روشن ببیند. در واقع تلفن ها رو باز میکنیم. شیخ بزرگوار در واقع در این فضای زیبا حرکت میکنیم. اون قربانی هایی که صحابه دادن و فداکاری هایی که کردن، تاریخ نوشته که غالبا شیعه ها تاریخ اسلام رو اونگونه که شایسته است بیان نمی کنند. فکر نمی کنم که کسی ذکر زیبایی ها و فضائل صحابه خودداری بکند که جامعه اسلامی رو چگونه تشکیل دادن. تشیع در واقع اصل تشیع بد بیراه گفتن صحابه هست و اگر از این چیز در واقع خالی بشه و این چیز باقی نمونه، شیعه باقی نمیماند. شیعه بر 2 تا پایه استوار هست. یکی این که بگویند که امامت الهی علی وجود داره، دوم این که صحابه در برابر نص تمرد کردند و ایستادند. تاریخ رو به این خاطر بیان نمی کنند که دیگه گلیم از زیر پاشون کشیده می شود. این 2 تا مسئله هستند که شیعه رو نگه داشتن. اگر صحابه رو پاک بدونه، در نتیجه این طرحشون ساقط میشه که اگر بگه صحابه متدین بودن، تابع خدا و رسول بودن و تجربه پیامبر رو خوب نقل کردن، در رسالت ذوب شدن، این صحابه وقتی که اینطوری باشن درش امامتی باقی نمیماند. تا زمانی وقتی شما با فارسی روان صحبت میکنید
من أسباب آیا فکر نمی کنید که بقاء التشيع یکی از عوامل مدة يعني 500 سنة الآن بقای تشیع 400-500 سال ألا تعتقد در ایران، أن من أسباب بقاء آیا فکر نمی کنید که تفويت أو دلیل ضياع بقای شیعه در ایران قراءة السيرة النبوية در واقع تدلیس قرائت سیرت پیامبر هست؟ هل توجد أو هل تباع السيرة آیا النبوية صحيحة باللغة الفارسية؟ سیرت پیامبر به زبان فارسی وجود داره؟ يعني ككتب الكتب موجودة في المكتبات. کتب در کتاب‌ها در کتابخانه‌ها وجود دارد، اما وجود کتاب‌ها الشيء المهم هو التثقيف على ما في الكتاب. این است که فرهنگ اون کتاب‌ها ایجاد بشه. عندهم. کتاب‌های سیرت وجود دارد، هل يتم تثقيف الناس اما آیا مردم رو سيرة ابن هشام؟ مثلا سیرت ابن هشام رو مردم معرفی میکنن؟ السعودية تفضل يا أخي. علا از سعودی تفضل يا بفرمایید. أستاذ عارف. عارف بفرمایید از سعودی. السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله. ما شما رو دوست داریم، خداوند شما رو دوست داشته باشد. إنك في الدوس الأعلى. آمين والدينا ووالديك الله وقنا جل المسلمين. وعلا شيخ حسين لك الثبات. شيخنا الفاضل حقيقة طروحاتك حقيقة طروحات مفيدة ونسأل الله جل وعلا لا يحرمك الأجر. بارك الله فيك. قبل أيام كنت حقيقة مع معمم في رحلة في طائرة. لو ترفع الصوت الله يحسن إليك. من حداقل صدایشون ندارم که ترجمه کنم، متاسفانه صدایشون واضح نیست. وكان معي بجنبي أحد المعممين حقيقة. امیدوارم که بعد توضیحی داده بشه از طرف شیخ سعیدی و بنده بتونم صحبت‌هایشون رو به شما بینندگان عزیز برسونم. المذهب الاثنى عشري إلى القليل، ولكن الحمد لله أنني من أبناء السنة والجماعة ودائما وأبدا أدندن على ما قال الله وقال رسوله. فكنا نتكلم عن آيات المباهلة، فقلت يا أخي فاضل أنت كاثنى عشري أولا عدوكم اللحيد، عدوكم الأول والوحيد هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. فعندما تتبجحون بآية المباهلة التي جعلتوها من الآيات التي يقوم عليها هذا الدين، الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم من آيات إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وتحدثنا كثيرا حتى استدرج لي وكان يتكلم عن الصحابة ويتكلم عن معاوية بأن معاوية سبه وسبه وقيل معاوية بأنه فعلوه. قلت يا أخي أنت في الكافي في كتاب الكافي الذي تعتبرونه كتاب النبراس لديكم قلتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب خديجة سوال در واقع صوت برای من واضح نیست که برای شما بینندگان عزیز ترجمه بکنم. خاطره ای داره در واقع با یکی از آخوندها، میگه در کنار سفری در کنار یکی آخوندها بودم و در مورد مسائل شیعه و سنی صحبت می‌کردیم. انه في جهنم خالدا مخلدا لان لا نرى الشيعة الان يتناقشون في المذهب الاباضي وما يقول هو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. شكرا لك أستاذ عارف. تشکر استاد عارف. لك ثنائك وحكايتك لتجربتك و حکایت این که تجربه رو سوف يجيب عنها. تفضل أحمد من سوال رو السعودية. شیخ جواب خواهد داد. احمد تفضل يا أخ أحمد. برادر احمد بفرمایید. ماشي أحمد. طيب فضيلة الشيخ الشيخ أبو جزاه زوجبار. خير ذكر لنا تجربة حوار له مع در واقع برادرمون یک تجربه گفتگو با در هواپیما از کانادا میومد بیان کرد و گفت که این عمامه‌دار شیعه بر آیه مباهله تاکید داشت. آیه مباهله دلیل بر امامت نیست. اهل سنت اعتراف میکند که دلیل بر فضیلت فاطمه و علی و حسن و حسین هست و این شکی نیست که فضیلت برای اونهاست، اما بیشتر از این نه، دلیل بر امامت نیست. من سخن مفصلی در این زمینه دارم که نیاز به یک جلسه دارد که استدلال شیعه در آیه مباهله رو ذکر میکنیم، اما خلاصه این هست که آیه مباهله دلیل بر امامت نیست مطلقاً، بلکه دلیل بر فضیلت این بزرگواران هست و این فضیلت را اهل سنت انکار نمی‌کنند. الشيخ يسأل عن وهذا بعد ما نأخذ الاتصالين الآن، لكن نحب أن ما هو سر التقارب بين الإباضية والاثنى عشرية بالرغم من أن الإباضية يقولون اباضی‌ها و أبي طالب وأنه اثنا عشری با هم نزدیکند و اباضی‌ها علی بن ابی طالب رو کافر می‌دونند. لكنه سياسي. من فکر نمی‌کنم این در واقع نزدیکی اعتقادی باشه، سیاسی هست. أبو عبد العزيز من السعودية تفضل. ابو عبدالعزیز از سعودی بفرمایید.
يا اهلا وسهلا، تفضل اخي الكريم. بفرمایید. الاخوان الاخراج ارفعوا الصوت الى الاستديو، ما نسمع في الاستديو، الاخوان في الاخراج. فضلا صدا رو بلند بکنید، ما صدا رو نمیشنویم. اي نعم تفضل الان. هنا الله يطول عمرك. انا ودي بس الشيخ يعلق على بس بعض الايات اللي ذكرها، والحقيقه هي يعني ما ادري كيف غابت عند الشيخ اذا كانوا فعلا يعتقدون. به هر حال بنده باز هم صدا رو به صورت واضح نمیشنوم، با عرض معذرت که برای شما بینندگان عزیز ترجمهش کنم. يعني ونحن نعلم انه سبحانه وتعالى عندما يرضى على الشعب والرضا ضد الفسق، وكل من رضي الله عنه سبحانه وتعالى فانه ليس بسبع فقه، فيرتفع عنه وصف الفسق، وكل من كان مشمولا بهذه الايه فانه غير فاسق، وانه عدل، لان الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الايات بعد الصحابه ويستدل بها با عرض معذرت از بینندگان شبکه کلمه که صدا برای من در داخل استودیو واضح نیست که ترجمه بکنم، ولی به هر حال احتمالاً شیخ بزرگوار دکتر سعیدی صحبت‌هایشون رو تکرار خواهند کرد و بتونم برای شما عزیزان ترجمه کنم و حداقل لب مطلب رو برای شما عزیزان ذکر بکنم. نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت معيته لهؤلاء القوم. ونجد أنه سبحانه وتعالى في المقابل يقول أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكل من كان الله معه فهو متق ومحسن. فالآن نزلناها على يعني الصحابة الكرام الذين نزلت حقهم هذه الآيات، وبحثنا واستبرنا الآيات الأخرى وجمعناها من خلال كتاب الله عز وجل. لا تيقنا يقينا بأن هؤلاء القوم هم الذين رضي الله عنهم. صدا متاسفانه داخل استودیو واضح نیست که خدمت شما عزیزان ترجمه بکنم. احسن الله اليك، شكر الله لك استاذ ابو عبد العزيز. تشکر میکنم از شما ابو عبد العزیز. نعتذر منك ابو عبد العزيز لان الخط من اليمن ولا نريد ان يبقى طويلا. تفضل. شماره از یمن داریم، نمیتونیم طولانی بمونیم. طيب انقطع الخط. ختم قطع شد. الشيخ ابو عبد العزيز از آیاتی صحبت کرد که در مورد صحابه صحبت میکنن و گفت که خداوند صحابه را محسن و صادق نامیده و تمام این ثنا بر صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. هذا الانطباق هو انطباق ذكري وانطباق واقعي. تعليق فضيلتكم. تعلیق شما رو که نصوص چونه بر صحابه تطبیق پیدا کردن. در واقع کلام متین است و این واقعیت هست. وقتی که می‌خوایم در واقع بحث معتدل و موضوعی بکنیم و فهمیده بشند اینطوری هست، اما خاصه باشیم تعویل بکنیم و نصوص رو کج بکنیم، این بیماری در تفکیر است. شیعه چگونه با این آیات رضا از صحابه که خداوند از صحابه راضی شده چگونه با اینها مواجه میشن؟ مشکل این هست که اینها این آیات مطلق نیستند و برای کسانی هستند که استقامت و راستی رو ادامه بدن. الحقيقية كما يقول المناطق، يعني ليست على نحو القضية الخارجية. در واقع بعضی گفتند که بر اساس حقیقت منطقی هست نه واقعیت خارجی ما تكون مطلقة و اینها مشروط هستند، مطلق نیستند. يخرجون من الحقائق اللغوية ومن فهم القرآن كما یعنی اینها از حقایق لغوی و فهم لغت عرب خارج میشن، در حالی که سابقون و حقیقین در واقع مهاجرین انصار یک چیز حقیقی نیست، یک چیز خارجی است. اینها واقعیتی از واقعیتی که وجود خارجی داشتن صحبت میکنه. مهاجرین انصار این یک قضیه خارجی است و رضایت مطلق برش منطبق شده و این رضا حتی شامل کسانی میشود که از اونها پیروی میکنند تا روز قیامت و کسانی که از اونهایی که به خوبی پیروی میکنند هم در این رضایت شریک هستند. با ما صباح از عراق. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الشريف من العراق. أهلا وسهلا أستاذ صباح. أهلا وسهلا. يا أهلا بك. دكتور، في بداية بعض الحلقات جنابك
نعم. تشير الى نقطه انتقل من الضلال الى الهدى. نعم صحيح. يعني انا حتى افكاركم يعني تلقى اذا اذن طاغيه او قلب مفتوح. نعم. انا افضل يعني مثلا تقول يعني تستطيع ان تطرح افكارك. نعم. وتؤشر الخلل في افكار خصمك ويكون لذلك اكثر. متاسفانه صدا برای من واضح نیست. برای شما بینندگان عزیز ترجمه کنم. باز هم همچنان منتظر میمونیم دکتر سعیدی صحبت ها رو ترجمه بکنه، صحبت ها رو بازگو بکنه تا ما خدمت شما ترجمه بکنیم. يكون في حوارات اخرى واحنا في غنى عنها، احنا نستفيد بالوقت. نعم. ما يتعلق بهذه الحلقه. نعم. الشيخ حسين اكد اكثر من مره بانه التجربه النبويه كيف خلقت جيل يعني متاثر بالاسلام ولم تخلق مثلا قاده كامام او كذا. نعم. يعني انا تعبيري عن الامر هذا وخلينا نبقى في سياق الاستدلال المنطقي. نعم. لا نرجع على الجوانب يعني النصيه. انا اقول التجربه النبويه خلقت جيل شعبوي كبير وجيل نخبوي يعني قليل العدد. هذا الجيل الشعبوي او المثقف ثقافه الاسلام اللي تخلص من يعني اغلبها تخلص من معاني الجاهليه والشرك. لكنه الحقيقه لم تنتج قاده يعني لاستلام السلطه. انا اعطي مثال، احنا ارجو مرات من نبحث المواضيع يجب ان نعطي تعريفات. يعني انتم تخلون قدسيه المكانات. باز هم سخن ایشون در استودیو واضح نیست. بینندگان برای شما ترجمه بکنم. ظاهرا دارند اشکالی رو وارد میکنند. امیدوارم که بسیار خوب برادر صباح. استاذ صباح اذا امكن. استاد صباح ذكرت ان شما میگید که التجربه النبویه تجربه پیامبر اوجدت جیلا شعبویا یک نسل مردمی ایجاد کرد و نخبه های اندکی ایجاد کرد و این تجربه پیامبر انسانهای صالحی برای رهبری درست نکرد. بسیار خوب. چگونه شما موفقیت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه رو در اداره دولت که مساحتش از خراسان و صبرا در لیبیا در واقع و در عدن در جنوب و در کوههای شمال و در واقع با قاطر و اسب رفت آمد میکنن و مساحتش بیشتر از 6 میلیون کیلومتر مربع بود، توانست که اینو اداره بکند به خوبی و بعد از اون به عثمان رضی الله تعالی عنه تحویل بدهد. چگونه این جریان رو شما تفسیر میکنید؟ ولا شك انه بعد اذنك استاذ صباح ولا شك انه و شکی وجود ندارد که اداره این دولت رهبرانی رو در واقع اینها رهبرانی بودند که اینها رو درست کردند. وقتی که شما میگید رهبری ایجاد نکردند، اینها کی بودند؟ كيف تستطيع ان تفسر لي هذا الامر؟ چگونه این پدیده رو برای ما تفسیر میکنید؟ افسرها بنقطتين. تفضل. النقطة الأولى نقطة أول النبوية، فأي انحرافات بسيطة بداية نعم لا تظهر إلا بعد سنوات. نعم. النقطة الثانية أن الخليفة الثاني الذي لم يستأثر بالسلطة، الخليفة الثاني نعم. أنه كان عنده شيء من العدالة في اختيار مناصب كثيرة أدارت الأمة. نعم. هي ملكة قيادية. لم يكن بوحده هو يدير هذه كلها. ممتاز. هناك بعض الانحرافات. خوب هست. عمر تنها اداره نکرد. بگذارید انحرافات رو بگذارید. كأني انا وانت نسير في اتجاه واحد. گویا ما و شما در یک جهت حرکت میکنیم. تقول ان قرب التجربه النبويه شما میگویید که هو الذي مكن عمر بن الخطاب من حسن الاداره. هذا جميل. استفاده از تجربه پیامبر باعث شد که عمر رهبری بکند. این چیز خوبی است. التجربه النبويه ويستفيد منها. عمر تونست بس از تجربه پیامبر استفاده بکنه. وقتی که شما میگید و در واقع عمر توانست افراد دیگر رو ایجاد بکند که در حکومت شریک باشند
یعنی معنیش هست که رهبران ایجاد شدن یعنی الشخص الذي لا يستأثر بالسلطه و کسی که به تنهایی حکومت نمی کند و برای طرح خودش تمام این رهبران ازش استفاده می کنند، این همون رهبری هست. انا اجد اننا وانت يا استاذ صباح يعني نسير في اتجاه واحد. استاد صباح ما در یک جهت حرکت می کنیم. هل ترى بيننا وبينك خلاف؟ آیا شما خلافی در این جهت می بینید نقطة الخلاف بيننا وبينك؟ یا نقطه خلاف رو شما صحبت کنید؟ انا نظرتي نعم. ينقطع الصوت لا بأس، تفضل يا اخي الكريم. بفرمایید. فهمت ما لا تقصد. نعم. انا نظرتي للتجربه الاسلاميه والقران الكريم اللي هو قران يعني فيه نظام حكم سياسي واداره اخلاقيه لكل تصرفاتنا، حتى التصرفات الاقتصاديه، نظام عظيم. هذا النظام عندما اتى به النبي محمد عليه الصلاه والسلام، هذا حقيقه انا نظرتي استراتيجيه. لو كان حصل برای بنده صدا واضح نیست، برای شما ترجمه کنم بینندگان عزیز. في وقته ما صارت انحرافات قصدنا. لا نريد هذا الجانب، جانب القياده، دع الانحرافات. استاذ صباح يعني استاذ صباح جزاك الله خير، اعطيتنا في بدايه كلمتك وارجو من المخرج ان يمدنا بدقائق، لان الان في ما از کارگردان می‌خواهیم که در واقع چند دقیقه ما بده. سخن شما زیباست، ما به نتیجه خوبی رسیدیم. قضیه انحرافات رو در چارچوب دیگر قابل بررسی هستند، اما در واقع ما باید یک موضوع رو دنبال بکنیم. ما در مورد رهبری صحبت می‌کنیم و ما می‌بینیم که در رهبری به این نتیجه میرسیم که نتیجه نزدیکی میرسیم. هذه الانحرافات نحملها لقيادة الخلفاء الراشدين. لا بأس، في حين أن هذا الشيخ أنا أرى هذه الانحرافات وأشد منها حصلت. این انحرافات و بیشتر از این در خلافت علی رضی الله تعالی عنه ایجاد شد. بگذارید ما در یک نقطه توافق صحبت می‌کنیم. بما اننا نتحدث عن القياده والشيخ تحدث عن القياده، اذا النبي صلی الله علیه و سلم در نتیجه ما میگیم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رهبری ایجاد کرد و این رهبری ها موفقیت هایی کسب کردند و شما میگید که انحرافاتی وجود داشت، اما موضوعی که ما دنبال میکنیم این هست که رهبری در اداره امت موفق شد. مع استاذ صباح صباح با ما هستید؟ قطع ويرجع معك بس يعني فهمت. يعني سؤالك انه الخليفه الثاني كان ناجحا في الاداره. سوال شما این است که خلیفه دوم به شکل خوبی موفق بود؟ يمكن هذا. لا ما تكلمنا عن النص ولا عن الشورى. ما از نص و شورا صحبت نکردیم. عن قضيه مسلمه ان از یک قضیه مسلم صحبت کردیم که 5-6 میلیون کیلومتر مربع علی رضی الله عمر رضی الله تعالی عنه تونست در دوران خودش فتح بکنه و رهبران و استانداران شایسته‌ای بگذارد، توانست از نظر اقتصادی به صورت زیبا و نظامی به صورت زیبا اداره بکند. در نتیجه ایشون تنها رهبر نیستند، رهبران زیادی وجود داشتند که این کار انجام میدادند. جيد يعني نحن وصلنا وانا اشكرك الاستاذ صباح. ما به این نتیجه رسیدیم و از شما تشکر میکنم. بأوامر من عمر كانت تتلقى الأوامر من عمر. صدقت يعني هو يريد أن يقول أن النجاح ليس لعمر وإنما النجاح لهذه القيادات. ایشون میخواهد بگوید که موفقیت از عمر نیست، از این رهبری ها هست، ولی عمر بود که دستورات رو صادر میکرد. يتظاهر الآن بأنه لكن هؤلاء يريدون أن يستدرجوا الناس. ایشون اینها میخوان مردم رو میخواد به مردم بگوید که رهبرانی که همراه عمر بودند موفق شدند و بعد به این رهبری ها میآیند و اینها رو زیر سوال میبرند. این موفقیت رهبری که در دوران عمر متحقق شد، این رو حتی دشمنان اسلام هم قبول دارند و اگر در واقع سخنان دشمنان اسلام و غربی ها رو بگیریم و میگویند ما میترسیم که شخصی مثل عمر بیاید و أنا أسلم بكلامك ونحن لا نريد من ما کلام شما رو میپذیریم
و ما نمیخوایم که مخالف همه چیز رو بپذیرد. این تشویشی است که اونها ایجاد میکنه. ما به این نتیجه رسیدیم که عمر رهبری موفق بود. مفهوم سخنش این بود که عمر قامی بر اساس رهبری بر اساس شورا بود. توانست رهبران زیادی رو ایجاد بکند و مصلحین و نه اونطوری که در اول سخنش ذکر کرد که تعداد اندکی بودند. همه بینندگان رو تشکر میکنیم که برنامه رو دیدن و مهمان دائمیمون رو شیخ علامه حسین مؤید رو ازش تشکر میکنیم و از همه شما عزیزان تشکر میکنیم. در کانال صفا و برهان و کلمه بهترین سلام ها رو تقدیم شما میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا من يريد نجاة في عقيدته ويبتغي الفوز في الأخرى برضوانه بادر إلى الحق